السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قسمتی 41 از قصه حیاتی رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب گرامی او. مسلمانان در مدینه منوره 300 نفر مانده بودند بعد از اینکه 3000 بودند. از فتنه‌ای که منافقان در بین مسلمانان جاری کردند، اکثر مسلمان ها هم تأثیر یافتند و به خانه های خود برگشتند. اکنون 300 مسلمان با رسول الله صلی الله علیه و سلم باید مدینه را حفاظت می‌کردند. بعضی قریشی ها باشند می‌خواستند چقوری را عبور کنند، ولی صحابه ها آنها را با نیزه می‌زدند. از پشت مسلمان ها قبیله بنی قریظه تیاری می‌دیدند. بر ضد مسلمان ها جنگ را اعلان کرده بودند و این یک فتنه بزرگ و امتحان بر مسلمان ها بود. این احوال را الله متعال در سوره احزاب به ما بیان کرده است. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیهم ریحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. در این آیات مبارک الله متعال کارهای منافقین را به ما بیان کرد که چطور مسلمان ها را در فتنه گرفتار کردند و سبب شدند که اکثر مسلمان ها از زمین جنگ به خانه های خود برگشتند. چند روز دوام کرد. مشرکین میخواستند چقوری را عبور کنند، ولی مسلمان ها آنها را با نیزه میزدند. دیگر مشرکین گذشتن نتوانستند. ابو سفیان گفت ما باید چقوری را بگذاریم.
5 نفر از لشکر مشرکین که از بهترین ها بودند از یک طرف چوکوری توانستند گذر کنند با اسب‌های خود. کسانی بودند که از بهترین ها بودند در بین مشرکین. اینها عمرو بن ود، عکرمه ابن ابی جهل و حبیره ابن ابی وهب و ضرار ابن الخطاب و نوفل ابن معاویه. اکنون 5 نفر در یک طرف بود، 300 نفر از مسلمان ها در دیگر طرف. عمرو بن ود برآمد و گفت کی میبراید با من؟ عمرو بن ود شخص جنگجو بود، مردی بود که از نامش همه میترسیدند. مورخین میگویند روزی جنگ خندق تقریبا 80 ساله بود. 80 سال داشت ولی قوتی بزرگی داشت، مردم میترسیدند از نامش. عمرو بن ود با لباس جنگی بود، رویش نمایان نبود. وقتی گفت که کی میبراید با من، مسلمان ها پرسیدند تو کی هستی؟ گفت من عمرو بن ود هستم. مسلمان ها ترسیدند، هیچ کسی نبرآمد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود کی میبراید با عمرو بن ود بجنگد؟ هیچ کسی نخیست. علی رضی الله عنه از جایش خیست و گفت یا رسول الله من میبرایم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود تو بشین. علی رضی الله عنه 24-25 ساله بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواست شخصی براید که سن و سالش بزرگتر باشد، با قوتتر باشد. بار دوم گفت کی میبراید با او؟ هیچ کسی از جایش نخیست. علی رضی الله عنه گفت یا رسول الله من میبرایم با او. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود تو بشین در جایت. بار سوم فرمود کی میبراید با او؟ علی رضی الله عنه از جایش خیست و گفت من میبرایم با او یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود میترسم کشته شوی. علی رضی الله عنه گفت بلکه من او را ان شاء الله میکشم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ای علی برو. علی رضی الله عنه برآمد، پیاده بود. عمرو بن ود با اسب بود. وقتی علی نزدیک شد عمرو با او گفت تو کی هستی؟ گفت من علی هستم. عمرو بن ود گفت علی ابن معاویه؟ گفت بلکه علی ابن ابی طالب هستم. عمرو بن ود گفت برگرد پسری برادرم، شخصی را روان کن که جنگجو باشد، از تو بزرگتر باشد، تو جوان هستی. علی رضی الله عنه گفت ای عمر شنیدم وقتی به تو اختیار میدهند در کاره یکی از آنها را اختیار میکنی. عمر گفت بله درست است. علی گفت بس من تو را دعوت میکنم به چیزی که یکی از آنها را اختیار کنی. عمر گفت قبول است بگو. علی گفت اول تو را به اسلام دعوت میکنم که شهادت بدهی به وحدانیت الله و به رسول الله صلی الله علیه و سلم که پیغمبر است. عمر گفت به این شهادت احتیاج ندارم. علی گفت دوم می جنگیم. عمرو بن ود در تعجب ماند و غضب کرد. گفت قسم به خدا نمیدانستم روزی می شود و شخص پیدا می شود که من را به جنگ دعوت کند. کسی می براید که با من جنگ کند، من را به جنگ دعوت کند. از اسبش فرآمد، اسب خود را یک تا زد کشت. اکنون هر دوی آنها پیاده شدند و جنگ شروع شد. وقتی جنگ شروع شد عمرو شمشیر خود را برداشت، علی را زد. علی سپاهی خود را گرفت، خود را حفاظت کرد. از ضربه سخت شمشیر عمرو سپاهی علی شکست و شمشیر در کتف علی رضی الله عنه رسید ولی زخمی نشد. علی رضی الله عنه اکنون به سپاه بود. هر دو به سپاه جنگ میکردند. در اطراف آنها گرد و غبار بسیار خیست. هیچ کسی آنها را دیگر نمیدید. جنگ بسیار سخت شد، شدید شد در بین هر دوی آنها. بین علی و عمرو بن ود جنگ سختی شد. راوی این قصه میگوید چون این جنگ را در حیاتم ندیده بودم. چندی گذشت آوازی را شنیدند الله اکبر.
از خوشحالی رسول الله صلی الله علیه و سلم الله اکبر گفت. علی رضی الله عنه از گرد برآمد، دیدند که علی است، عمرو کشته شده است. 4 نفر دیگر از لشکر مشرکین دیدند که عمرو کشته است، اکنون میخواستند بگریزند. 3 نفر آنها توانستند گذر کنند چقوری را. 4م آنها را زبیر رضی الله عنه توانست بزند. نوفل ابن معاویه کشته شد. پسر زبیر عبدالله ابن زبیر حدیث را روایت میکند، میگوید پدرم را دیدم که نوفل ابن معاویه را زد، 2 تقسیم کرد. یعنی چنان با شمشیر سخت زد که از بین 2 تقسیم شد. بعد از این که 2 نفر از مشرکین کشته شدند ترسیدند، دیگر چقوری را عبور نکردند. مشرکین گفتند ای محمد، جسد عمرو و نوفل را به ما بر بگردان، ما در عوض جسد آنها 10,000 نقره می دهیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ما از مرده ها پول نمی گیریم، ما پول مرده ها را نمی خوریم. جسد 2 نفر را در چقوری انداختند و اجازت دادند که مشرکین جسد آنها را بالا برند. رسول الله صلی الله علیه و سلم دید که هفته ها می گذرد و مشرکین نمی روند. فرمود میخواهم با بزرگی قبیله غطفان سخن کنم. عیینه ابن حصن در لشکر مشرکین 4,000 نفر از قبیله غطفان بود. بزرگ قبیله غطفان پنهانی آمد با رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات کرد. رسول خدا فرمود برگردید، از این جنگ برای شما هیچ فایده نیست و شما هیچ فایده نمیرسد. بزرگ قبیله گفت خوب برمیگردیم، برای ما چی میدهی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود برایتان از 4 یک قسم میوه مدینه میدهم. از 4 حصه یک حصه میوه مدینه را میدهم. بزرگ قبیله گفت همه میوه مدینه را برایمون میدهی مدت 1 سال. رسول خدا فرمود نصف میوه مدینه را میدهم و شما از مدینه میروید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اکنون من باید با بزرگان قبیله مدینه مصلحت کنم. و رسول خدا سعد ابن معاذ و سعد ابن عباده را به نزد خود خواند و با آنها ماجرا را نقل کرد. سعد ابن معاذ و سعد ابن عباده گفتند یا رسول الله کاری که میخواهی بکنی وحی است، یعنی از جانب الله است؟ رسول خدا فرمود نه وحی نیست. گفتند یا رسول الله تو به خواست خود میخواهی بکنی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود نه این جنگ است و جنگ حیله دارد. گفتند یا رسول الله اگر وحی می بود ما اطاعت میکردیم و اگر به خواست تو می بود ما اطاعت میکردیم، اما اگر حیله جنگ باشد به خدا قسم اینها یعنی قبیله غطفان از ما 1 خرما نمیگیرند. برای آنها ما شمشیرهای خود را تیار کردیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم به قبیله غطفان و بزرگ قبیله غطفان عیینه ابن حصن چیزی را نداد و گفت شنیدی چی میگویم؟ عیینه در تعجب ماند که ما مدینه را از همه طرف محاصره کردیم. هفته گذشت، 2 هفته گذشت، باز هم آنها نمی ترسند. با همین مصلحت نشد و عیینه به لشکر مشرکین برگشت. صحابه ها به نوبت به خانه ها می رفتند. سعد بن معاذ به خانه خودش برمیگشت. عایشه رضی الله عنها او را دید که لباس جنگی پوشیده است، اما لباس جنگی پوره ندارد، آنقدر خوب نیست. گفت میترسم او را تیری میرسد. در حقیقت سعد بن معاذ وقتی برگشت مشرکین از طرف دیگر از طرف دیگری چقوری با نیزه می زدند و تیر در سعد رسید.
او را به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آوردند. رسول خدا تیر نیزه را از جسد سعد برآورد، خون بسیار برآمد. رسول خدا آهن را در آتش گرم کرد و در زخم سعد ماند، خون قرار کرد. چندی گذشت، باز خون ریخت، خونی زیاد ریخت. بار دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم به نزد رسول خدا آوردند، او را آهن را گرم کرد در آتش و در جای زخمش گذاشت، خون قرار کرد و امر کرد که سعد بن معاذ را در نزد مسجد خیمه بمانید و او را در آنجا علاج کنید. یکی از زنهای مسلمان سعد رضی الله عنه را علاج میکرد. رفیده رضی الله عنها یکمین زن دختور بود، طبیبه بود، یکمین طبیبه در اسلام بود. لشکر مشرکین گفتند باید چکوری را بگذاریم، دیگر راه نداریم و از هر طرف میخواستند بگذرند. مسلمان ها آنها را با نیزه میزدند. از نماز ظهر، یعنی از نماز پیشین تا نماز شام جنگ دوام کرد. بعد از نماز شام جنگ تمام شد. عمر رضی الله عنه و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله، چنان مشغول شدیم که نماز عصر را پیش از نماز شام خواندیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ای عمر، من عصر را تا حال نخواندم حتی وقت نماز برای ما نشد. یعنی چنان سخت در جنگ مشغول بودند. رسول الله صلی الله علیه و سلم صدا کرد کسی نماز عصر را نخوانده است؟ اکثر صحابه نماز عصر را نخوانده بودند. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اول نماز عصر را میخوانیم، بعد شام را میخوانیم. برای همین نمازی که قضا شد پیش از نمازی که می آید او را باید انجام بدهی بخوانیم. نماز آینده را اول نماز قضایی را بعد نماز آینده را باید بخوانیم. این کاری هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده بود. بعد از نماز صحابه گفتند یا رسول الله چی دعا بکنیم؟ بسیار مشکل شد برای ما، در عذاب گرفتار شدیم، سخت است برای ما. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا کرد اللهم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اللهم منزل الكتاب سریع الحساب، اللهم اهزم الاحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزم الاحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. لا اله الا الله وحده اعز جنده ونصر عبده وغلب الاحزاب وحده فلا شيء بعده. این دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که در بخاری و در دیگر کتاب‌های احادیث روایت کردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم به طرف مسلمانان نظر کرده فرمود به خدا قسم بغیر از شما در این دنیا کسی نیست که الله را عبادت کند. بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا کرد، الله متعال دعای رسول الله را استجابت کرد. نعیم بن مسعود یکی از مشرکین بود. الله متعال او را هدایت کرد، مسلمان شد و نزد رسول خدا آمد، کلمه شهادت را گفت. نعیم بن مسعود به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت هیچ کسی نمیداند که من مسلمان شدم، به من امر کن یا رسول الله، من چی کار را انجام بدهم؟ رسول خدا فرمود تو یک نفر هستی، چی میکنی؟ چی میتوانی بکنی؟ اگر به حیله لشکر مشرکین را پراکنده کنی بکن. نعیم گفت دروغ بگویم جایز است. رسول خدا فرمود جنگ حیله است، بگو. نعیم بن مسعود به لشکر مشرکین برگشت. علاقه نعیم با یهودی ها و قبیله ها خوب بود. نعیم به نزد یهودی های بنی قریظه رفت، با بزرگشان ملاقات کرد و گفت میدانید دشمنی من را با محمد؟ گفتند بله میدانیم. و میدانید من با شما معامله خوب دارم؟ گفتند بله میدانیم. گفت تقریبا 45 روز می شود که حصار دوام دارد و
و هیچ فایده ای نیست. قریشی ها و قبیله ها میخواهند برگردند. اگر آنها برگردند شما تنها میمانید با محمد، قوت نمی کنید. یهودی ها گفتند چی مصلحت میدی؟ گفت 10 نفر را از قریشی ها بگوید با شما باشند تا که نگریزند قریشی ها و شما را تنها نگذارند. یهودی ها راضی شدند. اکنون نعیم بن مسعود رضی الله عنه به نزد قریشی ها برگشت و با بزرگی قریشی ها ملاقات کرد و بزرگان قبیله قریشی ها ملاقات کرد و گفت میدانید دشمنی من را با محمد؟ گفتند بله میدانیم. گفت میدانید با یهودی ها معامله خوب دارم؟ گفتند بله میدانیم. گفت یهودی های بنی قریظه پشیمان شدند و وعده خود را با محمد بریده بودند. اکنون ترسیدند که شما آنها را تنها میگذارید و محمد آنها قوت جنگ را ندارند. میخواهند آنها باری دیگر با مسلمانان صلح را برقرار کنند. مصلحت کردند که 10 نفر را از لشکر ما بگیرند، آنها را بکشند و با همین بین محمد و یهودی ها صلح می شود. و محمد هم راضی شده است از سخن آنها. این سخنان را قریشی ها شنیدند. گفتند اگر راست میگویی ما را نجات داده ای. گفت من چیزی را میگویم که شنیدم. ابو سفیان بزرگ قریشی ها در سخن نعیم ابن مسعود شک داشت. خودش به نزد قبیله بنی قریظه رفت و با آنها ملاقات کرد و گفت میخواهیم فردا بر محمد حمله کنیم. میخواهیم شما از پشت حمله کنید، ما از پیش، و با همین کار محمد تمام می شود. یهودی ها گفتند فردا روز شنبه است و میدانی که ما روز شنبه جنگ نمی کنیم، برای اینکه پیش از ما یهودی ها روز شنبه جنگ یعنی کار کردن، امر الله را اطاعت نکردن، الله متعال آنها را خوب و میمون کرد. برای همین ما روز شنبه جنگ و کار نمی کنیم. ابو سفیان گفت پس این طور باشد روز یک شنبه. گفتند بله روز یک شنبه می شود، اما می ترسیم اگر در حمله کامیاب نشویم ما را به محمد می گذارید و ما قوت نداریم با آنها جنگ کنیم. 10 نفر خود را به ما بسپارید. ابو سفیان با خود گفت نه باز گفت اینها 10 نفر ما را میگیرند و میکشند. ابو سفیان گفت من مصلحت میکنم با قریشی ها و باز برمیگردم. برگشت به لشکر و با همین معامله بین لشکر مشرکین و یهودی ها تمام شد. یعنی قریشی ها از یهودی ها میترسیدند، یهودی ها از قریشی ها میترسیدند. نعیم ابن مسعود بین آنها دشمنی را جاری کرد. مسلمان ها در سختی بودند، می ترسیدند که یهودی ها از پشت حمله نکنند. علاوه بر این خنک سخت آمد، شمال سخت شد. حذیفه رضی الله عنه می گوید شب تاریک بود، خنک بود، شمال سخت بود. ترسیده بودیم، نزد چقوری بودیم، گرسنه شده بودیم، نمی دانستیم چی کار کنیم. مثل که رسول الله صلی الله علیه و سلم حس کرده بود احوال قریش و یهودی ها را. شب تاریک صدا کرد که خبر قریشی ها را می آرد برای ما، برایش جنت است. حذیفه رضی الله عنه می گوید هیچ کسی نخیست، همه خنک خورده بودند، گرسنه بودند، ترسیده بودند. امتحان بزرگ بود برای همه. بار دوم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که خبر مشرکین را می آرد، جنت برایش است. هیچ کسی نخیست. بار سوم فرمود ولی هیچ کسی نخیست. 3 مرتبه تکرار کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم. حذیفه رضی الله عنه می گوید رسول خدا خیست و راه می گشت. من در زمین نشسته بودم، پایش به پایم رسید. گفتم
اکنون رسول الله من را میفرستد. پایم را تیز کشیدم. رسول خدا فرمود کیست؟ گفتم من هستم حذیفه. رسول خدا فرمود برخیز حذیفه. حذیفه رضی الله عنه میگوید از جایم خیستم. شمال سخت بود، فقر و ناداری بود، حتی لباسی نداشتم که بپوشم. لباس همسرم را پوشیده بودم. لباس برایم کوتاه بود، تا زانویم بود. رسول خدا فرمود ای حذیفه خبر لشکر قریشی ها را برایم بیار، هیچ کاری دیگر نکن، فقط خبر را بیار. از جایم حرکت کردم. به قدرت الله جسمم گرم شد، مثل که در حمام باشم. چقوری را گذر کردم، به طرف لشکر قریشی ها حرکت کردم. دیدم خنکی که در مدینه بود آن کمتر بود. خنکی که در مکان قریشی ها بود بسیار سخت بود، شمال بود، حتی که خیمه های قریشی ها را در آسمان می دیدم. یعنی چنان عذابی بر آنها بود، بسیار خنک و شمال بود در جای قریشی ها. همه مردم مشغول بودند، کسی خیمه خود را می گرفت، کسی دیگ و کاسه های خود را می گرفت، کسی لباس های خود را می پوشید. هر کسی در لشکر مشرکین به هر طرف می دوید. یعنی الله متعال بر آنها شمال و خنکی را روان کرد بعد از دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم. همه در حالت جمع کردن چیزهای خود بودند. مشرکین دیگ‌های بزرگ داشتند. شمال دیگ‌ها را چپه کرده بود. دیدم بین آنها آتش بود و مرد بزرگ خودش را گرم میکرد. نزدیک شدم، ابو سفیان بود. گفتم باید او را بزنم، بکشم. نیزه را گرفتم، خواستم بزنم، ولی سخن رسول خدا به یادم آمد فقط خبر بیار. برای همین نزدم. لشکر در اطراف ابو سفیان جمع شدند. ابو سفیان گفت هر کسی شخصی که در بر خود است ببیند بیگانه نباشد. در حال گفتم کی هستی؟ یعنی حذیفه میگوید در حال شخصی که در برم بود با او گفتم تو کی هستی؟ او گفت من فلانی هستم و او شخص دیگر را گفت تو کی هستی و همین طور خلاص شدم. هیچ کسی من را نپرسید تو کی هستی. هیچ کسی حذیفه را نپرسید که تو کی هستی. ابو سفیان گفت ای مردم میبینید که شمال سخت است، خنک است، 45 روز گذشت و ما در همین حال هستیم. سخنان خود را تمام نکرده بود که مردم گفتند برمیگردیم. بیزار شدیم. همه طوری برگشتن را میدیدند. حذیفه میگوید برگشتم به مدینه. پرسیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم در کجا است؟ گفتند در خیمه نماز میخواند. وقتی به خیمه در آمدم گرمی که در جسدم بود تمام شد. خنک خوردم، لرزیدم، دندانایم به یکدیگر میزدند، میلرزیدم. وقتی نماز خواندن رسول خدا بود، رسول الله فهمید که من خنک خوردم، لباس خود را کشید. یعنی اشاره کرد که بیا. من در درون بغل رسول خدا در آمدم. او نماز خود را دوام داد. من در بغل رسول خدا بودم. او من را گرم میکرد. رسول خدا نماز را تمام کرد. گفتم قریشی ها برمیگردند. رسول الله برایم دعای خیر کرد و فرمود اکنون تو همین جا بخواب. و با لباسش من را بار کرد. سحر شد، آفتاب برآمد. رسول خدا آمد و با پایش بیدارم کرد. فرمود برخیز مرد خوابلو. دیدم مدینه آرام نشده است، مشرکین رفتند. یعنی جنگ تمام شد و مردم هر کسی از مسلمان ها می آمد چیزهای خود را برابر میکرد. یعنی در حالت جمع کردن و از جنگ، از ساحه جنگ رفتن بود. در غزوه احزاب یا اینکه خندق خداوند کافران را با خشمشان از مدینه بازگرداند، در حالی که هیچ فایده و منفعتی نیافتند، بل اینکه ضرر کردند
و خداوند مؤمنان را از جنگ بینیاز کرد و پیروزی نصیبشان شد و خداوند توانای پیروزمند است. انشاءالله تعالی دوام قصه را در نوار بعدی یک جای میشنویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.